در یک جلسه ای سال گذشته ما در نیویورک بودیم، اومدن برخی از سران اون کشور تحت عنوان شورای روابط خارجی جلسه ای با ما داشتند، حرفای گوناگون زدند. یکی از حرفاشون این بود که آقا اینها یهودی اند و تو چرا ضد یهودی هستی؟ من گفتم ما که مطلقا ضد یهودی نیستیم، ما اتفاقا تنها ملتی هستیم که همه پیامبران الهی رو قبول داریم و پیامبر عزیز ما وارث همه پیامبران و کامل آنان و خاتم آنان و خاتم آنان است و همه ادیان الهی به وجود پیامبر ما افتخار میکنند. اما بدانید اینا دروغ میگن، اینا یهودی نیستند، بلکه یک مشت جنایتکار فاسدند که از نام یهودیت سوء استفاده میکنند. اونها دروغ میگن، سران استکبار هم دروغ میگن، بعضیاشون تظاهر به مسیحی بودن میکنند، حتی بعضی وقتا به کلیسا هم میرند. در اون نامه ای که من نوشتم براشون گفتم شما ادعا میکنید مسیحی هستید، کدوم یک از این اقدامات شما با تعلیمات حضرت مسیح تطبیق دارد؟ او آدم میکشت، او جنایت میکرد، او غارت میکرد، او برای فروش سلاح جنگ راه میانداخت و ملتها رو میکشت، او برای پر کردن جیب خودش و هم حزبی های خودش جنایت میکرد. حضرت مسیح کانون لطف و رحمت الهی بود، مخالف ظلم بود، مخالف تجاوز بود، مخالف جنایت بود. برای همین بود که جنایتکاران تلاش کردند او رو بکشند و به صلیب بکشند. شما دروغ میگید که مسیحی هستید. کدام رفتار شما با انجیل واقعی تطابق دارد؟ کجای شما با حضرت مسیح همخوانی دارد؟ عزیزان من، هرچه ظلم، هرچه بدبختی هست از ناحیه اینهاست. مشکل بشریت وجود این انسانها و قدرتهای فاسد است. اما به لطف خدا، به لطف ایمان و ایستادگی شما، منحنی حیات این قدرتها رو به افول است. ما میبینیم که اینها به سرعت در حال اضمحلالند. میبینید هر جای دنیا میرن سیاستهاشون به سنگ برخورد میکند و شکستها پی در پی در اردوگاه اونها رقم میخورد. به فضل الهی، به فضل ایمان و اتحاد شما و ملت ایران، امروز نقاب از چهره این دروغگوها برداشته شده است و ملتها حقیقت اونها رو شناختند و دارند به سرعت در برابر سیاستهای اونها صفارایی میکنند. نگاه کنید، در افغانستان بنبست کاملند، در عراق بنبست کاملند، در فلسطین و لبنان بنبست کاملند، حتی در کشورهای خودشون هم بنبست کاملند. نمیدونن الان به مردم خودشون چه پاسخی بدن، مورد لعن و نفرین مردم خودشون هم قرار گرفتن. سفر میکنن به یک کشوری، مردم اون کشور جمع میشن میگن برو گم شو، برو از کشور ما بیرون. بعد میان میگن عجب استقبالی بود، مردم این کشور طرفدار ما هستند. و بعد میشینن میگن ما نماینده جامعه بین المللی هستیم. عجب، شما مردم خودتونم قبولتون ندارن، چه برسه به ملتهای عالم. بعد می نشینید به نمایندگی از ملتهای عالم میخواد تصمیم بگیرید. معلومه که اشتباه میکنید.
معلومه که شکست میخورید. بدانید ملت ایران راه خود را پیدا کرده است. امروز ایران هسته‌ای است، ایران دارای فناوری صنعتی هسته‌ای است و جلو خواهد رفت و این فناوری متعلق به آحاد این ملت است. احدی در این کشور حق ندارد درباره توقف یا کوتاه آمدن حتی برای 1 ثانیه صحبت کند.